من میخوام اینجا بگم ملت شریف ایران توجه بفرمایید. اول بگم خدمت شما که اول قیمت تمام شده بنزین برای دولت چیست؟ الان ما نفت رو که جز انفال کشوره و متعلق به همه ملت ایران هست، نفت رو استخراج میکنیم، شرکت پالایش و پخش این رو میده به پالایشگاه‌های خصوصی و نیمه دولتی. در اینجا اتفاقی که میفته اینه که این شرکت‌های پالایشی 80 واحد فراوردار و فراوردهای اصلی رو که بنزین، گازوئیل و نفت سفید و نفت کوره رو، اینها رو در اصل میان چیکار میکنن؟ در اصل دولت میاد نفت رو با فوب خلیج فارس 5% کمتر به اینها میفروشه و بعد با قیمت به اصطلاح همین فوب خلیج فارس ازشون میخره. درست شد؟ مثلا فرض کنید که 23,000 تومان برای هر لیتر به اصطلاح هر لیتر نفت رو میفروشه و در مقابلش 27,500 این بنزین رو در واقع اینا ازشون میخرن. خب البته در اینجا دولت هیچ پولی و بابت این بنزین نمیده، چون اینو با نفت تهاتر میکنه، کلشو با نفت تهاتر میکنه، کلشو، حتی هزینه استخراج نفت و اینا از اون 14.5% که از طریق صادرات نفته داره تأمین میشه. خب پس اینجا دولت بابت تولید بنزین 1 ریال پرداخت نمیکنه، همش رو از منابع نفتی داره پرداخت میکنه. خب ممکنه اینجا سوال بشه که شما به هر حال وقتی که بنزین رو تولید میکنید این بنزین باید بره توی جایگاه فروش تو پمپ بنزین بره، اینجا یه هزینه ای هست، اون جایگاه دار یک حق الزحمه ای داره. اینا رو ما حساب کردیم بر اساس اطلاعاتی که در 404 همین امسال حساب کردیم ما. ببینید بنزین لیتری 800 تومان در واقع هزینه حملشه به جایگاه و هزینه حق الزحمه جایگاه دارم لیتری 650 تومانه. یعنی چی؟ یعنی کل هزینه‌ای که دولت برای بنزین داره انجام میده زیر 2000 تومانه.